یک روز انتظار. داستانی از ارنست همینگوی. ترجمه زهرا تدین. خوانش امیر هوشنگ نوایی. هنوز از تخت خواب بیرون نیامده بودیم که به اتاق اومد تا پنجره ها رو ببنده. احساس کردم بیماره. رنگش پریده بود و میلرزید و طوری قدم برمی داشت که انگار راه رفتن براش سخته. چیزی شده بابا جون؟ یه کمی سرم درد میکنه. پس بهتره به تختت برگردی و بخوابی. لازم نیست. حالم خوبه. گفتم برو بخواب. لباسامو که پوشیدم میام و میبینمت. اما وقتی که پایین رفتم دیدم لباساشو عوض کرده و کنار شومینه نشسته. پسرک 9 ساله خیلی بیحال و مریض به نظر میرسید. دستمو روی پیشونیش گذاشتم و دیدم که تب داره. گفتم بهتره بری بالا و استراحت کنی. انگار بیمار شدی. گفت چیزیم نیست. دکتر اومد و تبش اندازه گرفت. پرسیدم چقدر تب داره؟ 102 درجه. پایین که اومدیم دکتر سن و کپسول و طرز مصرف اونها رو به من داد. یکی تبر بود، یکی دیگه مسهل بود و سومی هم اسید خون رو پایین می آورد. دکتر گفت میکروب آنفولانزا در محیط اسیدی فقط زنده میمونه. ظاهراً چیزی نبود که در مورد آنفولانزا ندونه و گفت اگه تبش از 104 درجه بالاتر نره اصلاً نباید نگران سلامتیش باشیم. اخیراً آنفولانزای خفیفی شیوع پیدا کرده بود و اگه بچه سینه پهلو نمی‌کرد خطری نداشت. به اتاق که برگشتم درجه تبش رو با زمان مصرف کپسول ها روی یه تکه کاغذ نوشتم. میخوای چیزی برات بخونم؟ پسرک گفت اگه خودت میخوای باشه. رنگش پریده بود و زیر چشماش گود افتاده بود. آروم روی تختش دراز کشیده بود و انگار حواسش جای دیگه ای بود. داستان دزدان دریایی هاوارد پلای رو با صدای بلند براش خوندم. اما معلوم بود که حواسش به داستان نیست. پرسیدم بهتری بابا جون؟ گفت تا حالا که فرقی نکردم. کنار تخت نشستم و برای خودم کتاب خوندم تا زمان کپسول بعدی برسه. باید خوابش می برد. اما نگاهش که کردم دیدم با نگاهی عجیب به پایین تخت خیره شده. چرا نمی خوابی؟ زمان خوردن داروها که شد بیدارت می کنم. دلم میخواد بیدار باشم. چند دقیقه بعد رو به من کرد و گفت بابا جون اگه خسته میشی لازم نیست پیش من بمونی. خسته نمیشم. نه منظورم اینه که اگه خسته میشی مجبور نیستی کنارم بمونی. احساس کردم هزیون میگه. ساعت 11 که شد کپسولاشو دادم و از خونه بیرون رفتم. هوای صاف و سردی بود و برفی که روی زمین نشسته بود چنان یخ زده بود که انگار تموم درختای بیشاخ و برگ، بوته ها، شاخه های هرس شده، چمن و زمین اوریون همه رو با یخ لعاب داده بودن. سگ شکاری کم سن و سالمون رو هم با خودم بردم تا قدری بالای جاده کنار نهر یخزده قدم بزنیم. اما ایستادن یا راه رفتن روی یخها خیلی سخت بود و سگ چند بار لیز خورد. اما باز به زحمت خودش نگه داشت. منم 2 بار افتادم. یه بارش اونقدر محکم بود که تفنگ از دستم افتاد و روی یخها سر خوردم. یه بارم یه دسته بلدرچین رو از زیر بوته هایی که از بالای یه طرف نهر آویزون بود پر دادیم و وقتی که داشتم بالای نهر میپریدن و دور میشدن 2 تاشون رو با تفنگ زدم. چند تاشون لای درختا رفتن. ولی بیشترشون لای بوته های انبوه پنهان شدن و اگه میخواستم اونا رو پر بدم باید چند بار روی بوته های یخزده میپریدم. تازه بلدرچین ها که بیرون میپریدن روی بوته های یخزده و فنرمانند تعادل نداشتن و شکار کردنشون خیلی دشوار بود. به همین دلیل فقط تونستم 2 تاشون رو بزنم و 5 بارم تیرم خطا رفت. اما خوشحال از این که یه دسته بلدرچین نزدیک خونه پیدا کردم و یه روز دیگه هم میتونم به شکار بیام راهی خونه شدم. به خونه که رسیدم گفتن پسرک کسی رو به اتاقش راه نمیده. میگفت حق ندارید به اتاقم بیایید.
نباید به بیماری من مبتلا بشی. به اتاقش رفتم و دیدم درست همونطور که قبلا کنارش بودم روی تخت دراز کشیده. رنگ پریده و بیحال. گونه‌هاش از تب گل انداخته بود و هنوز مثل قبل به پایین تخت خیره شده بود. تبشو گرفتم. چقدره؟ گفتم نزدیک 100 درجه. ولی تبش دقیقاً 102 درجه و 4 بود. گفت تبم 102 درجه بود. کی گفته؟ دکتر. تبت زیاد نیست. نباید نگران باشی. نگران نیستم. اما انگار دست خودم نیست. فکرشو نکن. زود خوب میشی. گفت فکرشو نمی کنم. و دوباره به پایین تخت خیره شد. معلوم بود تو ذهنش داره با چیزی کلنجار میره. این کپسولو با آب بخور. فکر میکنی اصلا فایده‌ای داشته باشه؟ معلومه که فایده داره. کنار تخت نشستم و کتاب دزدان دریایی باز کردم و شروع کردم به خوندن. اما دیدم حواسش به داستان نیست. برای همین ساکت شدم. فکر میکنی چند وقت دیگه میمیرم؟ چی؟ یعنی چقدر به مردنم مونده؟ قرار نیست بمیری. تو حالت خوبه؟ چرا؟ قراره بمیرم. خودم شنیدم گفت تبش 102 درجه است. آدم که از تب 102 درجه نمیمیره. این چه حرفیه میزنی؟ من که میدونم میمیرم. تو فرانسه که مدرسه میرفتم بچه ها میگفتن آدم با تب 44 درجه میمیره، اما من الان 102 درجه تب دارم. پس پسرک یه روز تمام، یعنی از ساعت 9 صبح منتظر بود که بمیره. گفتم شاتس تفلکی، این اندازه ها مثل مایل و کیلومتره. برای همینم قرار نیست بمیری. اندازه دماسنجا با هم فرق میکنه. مثلا دمای عادی با اون دماسنج 37 با این یکی 98. مطمئنی؟ معلومی که مطمئنم. دقیقاً مثل فرق مایل و کیلومتره. اگه با سرعت 70 مایل در ساعت رانندگی کنیم یعنی سرعتمون چند کیلومتر در ساعته؟ که اینطور. نگاهش که به پایین تخت خیره بود آروم شد. گره اخماش از هم باز شد و بالاخره فردای همون روز هر چند کمی بیحال بود اما آروم بازی میکرد و خیلی راحت برای چیزای بی اهمیت به گریه میافتاد.